سلام رفقا، رنجر وایتی هستم با یه ویدیو دیگه در خدمتتون. رفقا گفته بودم اگه اون ویدیو آموزش شلاقی که گذاشته بودم بالای 100 ویو بگیره بیشتر لانگ ویدیو میذارم. و من تو لایو استریم یه 5-6 نفر گفتن که آموزششو بذار که چطور با موبایل داری لایو استریم میذاری. منم اومدم آموزشو بذارم به حالت کلی، توضیح با کدوم فیلتر شکن همه چی رو خلاص اومدم میگم. اولین گام اینه که برادران ما فیلتر شکن لنترن رو داشته باشیم. خب از کجا دانلود کنیم؟ از فروشگاه پلی. همین رو بیای بنویسی لنترن بیاری بنویسی میاره. حالا ما اونو نوشتیم. بعدش وقتی وارد لنترن بشی بالا نمیاد، یا باید نقطه اتصال تلفن یکی که تو خونه رو باز کنی با اون بری. اگه اونم جواب نداد برنامه رو خاموش کن، یک رب دیگه برو توش، بعد با اینترنت خودت برو توش، یه 5 دقیقه بذار بمونه، بعد بالا میاد. بالا اومد روشنش کن و اینو از صفحه حذف کنی فیلتر شکن قطع میشه. خب بعد باید برید یوتیوب. وایسا، از اینجا بغل سابسکریپشنز اینه به علاوه است. حالا اونو بزنین، برین داخل اونجا به علاوه رو زدیم. اینجا لایو، پست، شورت، ویدیو. ما لایو رو انتخاب میکنیم. وایسا بالا بیاد. لایو رو انتخاب میکنیم. بعدش اینجا این مداده رو میزنیم. مداده رو زدیم. حالا عکس رو انتخاب میکنیم. مثلا از آپلود سومبینایل چیه اونو میزنیم. اگه تو اینجا عکس دارید انتخاب کنید، نه که نداریم منیج رو میزنین. سلکت موری مدیا، از گالوری انتخاب کنید چه عکسی رو میخواین. حالا اونو مثلا ما اینو انتخاب میکنیم. سیف. اینجا مثلا موضوعی که شما وقتی لایو میزنین به بقیه ارسال میشه. مثلا بودو بیا لایو قراره با همتون دوئل بزنیم بدون هیچ ادعایی. این از اینجا قسمت سلکت آیودنس چیه اینو میزنیم. No it's not made for kids، یعنی برای بچه ها مناسب نیست. اونو میزنیم. حالا اونو زدیم. بعد دیسکریپشنز، اینجا هم توضیحات کامل تر رو مینویسی. مثلا مینویسی که از ساعت فلان تا فلان تو لایو هم مثلا لایک کنید فلان و مثلا هشتگ رو بذاری. بعد دیسکریپشنز اینجا اسکرین کست وجود داره. این از همه مهمتره. اینو فعال میکنیم. اد گیم تایتل کال آف دیوتی موبایل. حالا اینا رو انتخاب کردیم. وقتی نکست رو میزنیم الان 3 2 1